ستایی 12 آقا این نسخه به ما میدی؟ اوه دکتر کی بوده؟ بره چی؟ تو رو با خشاب کلاش اشتباه گرفته سیتش یافت نمیشه. بیا آقا. اینا چیه؟ چست زخم 100,000 تا خورد نداشم. ما حروم خور نیستم. اینجا من. آقا بخشین سرما خوردم یه کلی زگاکتوکل به من میدی؟ چه اسم قولم مثلا می اگه ما دکترم که کار با یک چای نبات حل. تو ایران تو جاتا خونگی اشاله از داروخانه بیشتر دارو است. آقا یک شربت اشتها به من میدی؟ چقدر شد؟ 40 تومن. نه نمیخوام خیلی گرونه. خانم تو که 40 تومن نداری بدی اشتاد واسه تو چی گوی بخوری؟ آقا 10 تا بیبی چک به من میدی؟ پیشگیری بهتره از درمانه. اگه این داروخونه شبانه روزی بود الان تو نبودی. چقدر شد دارو؟ 500 تومن. بیمه دارم. 495 تومن. به گول. آقا دندون دردم یه لیدوکاین به من میدی؟ بود دندونت که فکر نکنم بخوره درد داشته باشه ولی خب. آقا یه استامینوفون بده. اینا چیه؟ پولش. آقا خمیر دندون خوب چی دارین؟ خمیر دندان سیگنال اکس پروتکشن جدید. آقا بخشین فراموشی گرفتم چیکار باید بکنم؟ تا فراموش نکردم این فیش پرداخت کن. آقا این خدمت شما. اوه دو تا خبر بد برات دارم. اولیش اینه که تو 24 ساعت بیشتر زنده نیستی. دومیش چیه؟ اینو بعد دیروز بهت میگفتم. چک خوشگلات سر وقت نخور. همه رو نگرد و بعد اینجا با هم بخور. برای چی؟ چکا غافلگیر. بدون چرا شیاف تاثیرش سری میذاره؟ نه برای چی؟ چون از پشت من همه رو غافلگیر میکنه. مشکل چیه؟ مشکلم اینه که همه منو نادیده میگیرن. نفر بعدی.